بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین. موضوعی که عنوان این جلسه است امام مجتبی سلام الله علیه و بقیع. در واقع چون ایام 8 شوال و خرابی بقیع و بین این دو مسئله ارتباطی هست و یادی از امام مجتبی و قربتش، حالا این موضوع قرار داده شده. 3 شب هم بناست که مزاحم اوقات باشیم. برای این زمانی که ما داریم من اینجوری تقسیم کردم که یک شبی راجع به آقا امام مجتبی، یک شبی راجع به بقیع، یک شبم ترکیب این دوتا. اما راجع به آقا امام مجتبی سلام الله علیه، زندگی امام مجتبی علیه السلام علی‌رغم اینکه دورادور و ذهنیتی که توی اذهان تداعی میکنه، یک زمان صلحی و هدنه‌ای و مثلا خب دیگه هیچ اتفاقی توش نمیفته دیگه تو زمان، چون مقابلش ماجرای سید الشهدا و کربلا و اون قوقای شدید شهادت هست. ذهنیت مردم از ماجرای امام مجتبی خیلی حالت مثلا زمان فترت و زمانی که اتفاق خاصی توش نیفتاده تداعی میشه، در حالی که این واقعیت اولین حرفیه که باید روشن بشه که زمان امام مجتبی سلام الله علیه اولین قدم برای این که قدیر خودش رو واقعا نشون بده، برای اینکه زمان اون 3 خلیفه که کلن قدیر زیر خاکستر رفت و اسمش در حد محو کردن پیش رفت. زمانی که خود امیرالمؤمنین تازه خلافت رو به دست گرفت، حضرت 3 جنگ متوالی کرد تا تازه اوضاع بشه 0، یعنی بشه زمانی که بشه یه کاری کرد. چون در زمانی که جنگ اتفاق میفته کل کارا تعطیل میشه، میره به این که فعلا این دشمن رو ساکت کنیم، اوضاع رو آروم کنیم. وقتی همه چی آروم شد بشینیم برای مردم معارف بگیم. مقصد اصلی خدا و پیغمبر این نیست که ما دشمنها رو بزنیم. دشمنها میان جلوی ما رو میگیرن مثل مانع. وقتی دشمنا رفتن تازه خب حالا ببینیم خدا چی میخواد بگه، پیغمبر چی میخواد بگه، معارف قدیر چیه. و این فرصت برای امیرالمومنین پیش نیومد، علی‌رغم اینکه حضرت لابلای جنگ، لابلای فاصله های جنگ خیلی مطالب فرموده، خیلی معجزات نشون داده، اما اون غیر این است که یه فضای آرامی باشه برای اینکه شما شیعه رو بشونی بگی که اعتقادات شما اینه و این چیزیه که اصلا احساس نمیشه و خیلی متوجه نیستن. و مقدمه‌ای شد برای دوران کل امامت که همش به همین حالته. یعنی ائمه ما غیر آقا سید الشهدا که برنامه‌اش جداست، همشون با استفاده از این تقیه، از این هدنه، از این صلح، این همه معارف رو بر ما باقی گذاشتن. و شیعه یاد گرفت که اتفاقاً وقتی دشمن اینطور خودش رو سفت و محکم نشون میده، آدم با صلح و هدنه یه جور میتونه دینش رو پیش ببره و با جنگ هم یه جور. اما اگه با جنگ کاری نتونستیم پیش ببریم، این فضای هدنه خیلی ارزش داره برای اینکه آقا امام مجتبی سلام الله علیه تو این فاصله زندگی که یک زمان بندی در واقع حساب شده ای داره، یک معارف عجیبی رو از
اعتقادات شیعه پایه‌گذاری کردن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرصتش رو پیدا نکرد. و حتی دیگه همتون اینو میدونید که امیرالمؤمنین به صراحت میفرمود، گفتن یا امیرالمؤمنین شما راجع به اینا که قاصب خلافتن، راجع به فلان مطلب میفرمود میترسم ان یتفرق عنی، همین کسانی که با من دارن با معاویه میجنگن اگه من لب واکنم اون حرفا رو بگم از من متفرق میشن. یعنی حضرت خودش از اصحاب خودش تقیه میکرد. توی همچین جایی میشه فضایل و مناقب درجه یک و معارف درجه یک شیعه رو گفت نمیشه. اما به محض اینکه رفت تو عالم هدنه و تو عالم صلح، یعنی اینکه آقا شما به کار خودت برس، ما با تو کاری نداریم، ما هم اینجا برای خودمون. اونها هم کاری نداشتن که وقتی امام حسن به حکومت و به رسیدن به حکومت کاری نداره برو هرچی میخوای بگو. و مقابل فضائل اونها اصلا قدی نمیتونستن علم کنن. خب این نکته اول. نکته بعدی این است که زمان زندگی امام حسن یه تقسیم بندی خیلی خاص و جالبی داره و یه برهه هایی از زمانه که اتفاقای عجیبی توش افتاده. یه زمانی است با پیغمبر، زمان خود پیغمبر که خود سنیام زیاد نقل کردن، اتفاقاتی درباره امام حسن و امام حسین و کلماتی درباره امام حسن و امام حسین، در حالی که وقتی پیغمبر از دنیا رفته تازه اینا 5-6 سالشون بوده، یعنی در حد مثلا امام و مثلا سن بالا نبوده که پیغمبر. شما تصور کنید برای اون مردمی که به قول ما بابا آبداد دینشون رو بلد نبودن، پیغمبر میفرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حرف به این سنگینی رو برای 2 تا بچه کوچیک که بعد همینها آقا رسول الله تو نماز بودن، نماز امام حسن و امام حسین میرفتن رو شونه پیغمبر میشستن. این به معنای اینه که جا داشت پیغمبر بگه نماز. پیغمبر فرموده بچه رو تو مسجد راه ندید، که روایات 1-2 تا نیست. حالا همین پیغمبر تو نماز جلو مردم امام جماعته که روایات 1-2 تا نیست. میومدن پیغمبر اینقدر صبر میکرد تا اینا بیان پایین بعد از سجده بلند شد. این حرفا منظره بچه دوست داشتن نیست، فوق این حرفاست. یه چیزایی رو میخواد حالی مردم. پیغمبر بالای منبر مشغول خطابه بود. امام حسن امام حسین می اومدن، حضرت به جای اینکه بگه این بچه رو بگیرید من حرفم تموم بشه، نه استقبال میکرد تو بغلش که هیچی. بعضی وقتا داره که اینجوری میشون 2 تا پاهاش آویزون به همین حال صحبت میکرد. یعنی چی؟ یعنی با اینها در واقع میخواد بگه که اینها یک کسی دیگه ها، این 2 تا بچه حسابشون نکنید ها. یعنی ما الان اصل پایه اختلافمون با غیر شیعه اینه که اونا میگن بله امام حسن و امام حسین عزیزن، 2 تا نوه‌های پیغمبر. اون که همه بلدن که کوری ما داریم میبینیم نوه پیغمبر دیگه. نه خیر این نیست. اینه که وقتی پیغمبر توی نمازه اینا رو شونشونن به احترامشون بلند نمیشه. کی باید باشن اینا؟ چقدر باید عظیم باشن که پیغمبر این کارو میکنه؟ یه دوران پیغمبری که حالا من همه حرفایی که این 3 شب میگم فهرستوار میگم، فقط میخوام یه دوری گفته باشم. خب میرسه بعد از اون دوران حضرت زهرا. دوران حضرت زهرا همش حد اکثر دیگه 3 ماه دیگه، حالا یا کمتر یا 3 ماه یا حالا تو این 3 ماه اسمش 3 ماهه. یعنی تمام وقایع سقیفه رو امام حسن با چشم خودش دیده و توش حاضر بوده. یعنی احراق بیت رو امام حسن توی خونه بوده که آتیش زدن و دود بلند شده توی خانه. حضرت زهرا رو جلو چشم امام حسن زدن و امیرالمؤمنین رو جلو چشم امام حسن طناب به گردنش زدن، بردن برای بیعت اجباری. که حتی روایت داره که وقتی برده بودن جلوی ابوبکر شمشیرها رو بالای سر امیرالمؤمنین گرفته بودن، تو کتاب سلیمین گرفته بودن و میگفتن بیعت کن و الا قتلناک، امام حسن و امام حسین بغل دست امیرالمؤمنین بودن تو اونجا تو مسجد. و تو اون حال امام حسن و امام حسین تا دیدن میگن میکشیمت، صدای نالهشون بلند شد. امیرالمؤمنین تو همون حال
که طناب به گردنش این دوتا بچه رو بغل کرد، گفت نترسید، اینا قدرت کشتن منو ندارن. امام حسن اونجا رو دیده. شما رو امام حسن باید اینجوری حساب کنی، تاریخچه‌شو بیای جلو. خب اینم یه روزگار تا برسه ماجراهایی که در روزهای در واقع بیماری حضرت زهرا تو بستر تا شب دفن حضرت زهرا و اینا، اینم یه دوران. تو هر سه تا جنگ امیرالمؤمنین و تمام دورانی که ابوبکر و عمر و عثمان دوران غصب خلافتشون بوده، تمام این ماجراها رو آقا امام حسن مجتبی حضور داشته و تو تک تک ماجراها با چشم خودش ناظر قصه بوده. اینم یه زمان بندی برای زندگی امام مجتبی. تو سه تا جنگ که دیگه، تو اون ماجرای جنگ جمل و شطور عایشه و حضور امام حسن و تو جنگ صفین باز ماجراهای امام حسن، تا خب اینم یه فصلی از زندگی آقا امام مجتبی. فصل بعدش تازه موقعی که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به شهادت میرسه، دوران خود آقا امام مجتبی علیه السلام. یه اتفاقی میفته بعد جنگ. آخه یه موقع است که مثلا میگم آقا امام رضا در حال هدنه است، آقا موسی بن جعفر در حال هدنه، خب این همینجور یه مسیر ادامه داره. اما دقیقاً بعد از زمانی که جنگ به اون عظیمی مقابل معاویه یه دورش تموم شده، یه دوره دیگه میخواد شروع بشه، آقا امام مجتبی صلح میکنه. شما این قصه رو همه شنیدین دیگه. قیس بن سعد بن عباده، این کسی بودن که از اون سرلشکرای امیرالمومنین بودن و مقبول امیرالمومنین بودن. وقتی آقا امام حسن صلح کرد، ایشون زیر بار نرفت. خب از یه نگاه درسته که وقتی امام فرموده جای حرف نیست. یه افرادی، حالا اسمش آدم دلش نمیخواد ببره، که آمدن و حضرت گفتن یا مذل المؤمنین. خب اینا یه مقدار رو حرارت اینو گفتن، یعنی قصدی نداشتن. اینا منظورشون این بود که ما که تا دیروز با امیرالمومنین با این معاویه خلاصه دیگه اخبث الخبثا داشتیم میجنگیدیم، شما به همین راحتی همه چیزو تموم کردید. آدم به این راحتی نمیتونه زیر بار این حرفا رو، ما الان اینجا نشستیم راحت یه حرفو میزنیم. ولی اونا از رو ارقدینا، این داستان یادم افتاد که عبدالرحمن ابن ابی لیلا باید باشه، شاید حالا کسی که همین ایشونه. این آمد پیش آقا امام مجتبی، چون میدونید یه نفر اینو نگفته، چند نفر گفته. گفت یا مذل المؤمنین. آقا امام مجتبی فرمود که خب اگه من مذل المؤمنینم برای چی پا شدی اومدی اینجا؟ برو پی کارت دیگه. خب من مذل، من بدم، من برو پی کارت، اینجا برای چی اومدی؟ گفت خب بکر، چون دوست داشتم اومدم. حضرت فرمود الله، جدی میگی دیگه؟ گفت الله. حضرت فرمود لو ان عبدا احبنا ولو کان اسیرا بدیلم لنفعه حبنا. آقا مجتبی اینجا اینو فرموده. یعنی چی این حرف؟ یعنی بس این آدم در حالی که میگه مذل المؤمنین، میگه چون دوست دارم میگم چرا ما رو ذلیل کردی، خوار کردی مثلا. خب ماجرای صلح آقا امام مجتبی سلام الله علیه واقعا یه اتفاقی بود که مثل زلزله بود برای کسی که ایمان داشت. خیلی از خداشون بود، صلح کرد تموم شد، ما با معاویه رفع میریم سر زندگیمون. تقریبا شاید بگیم 90% خود شیعه ها، اونایی که شلوول بودن، خیلی خوشحال شدن از صلح، گفتن راحت شدیم، یه هی جنگ و هی خونریزی و هی زندگیامون. اما یه 10% بودن اینا گفتن نه این چه کاریه با معاویه، ای بابا، باز مثلا کافری چیزی از اون سر دنیا می اومد، سلطان رومی ایرانی با معاویه. که خب اینجا یه پرونده عظیمی برای اعتقادات شیعه باز شد که منفعتشو از همه بیشتر من و شما داریم میخوریم. چرا؟ چون من و شما یه عمر و یه امامانی رو معتقدیم که هنوز زمان امام حسن اونا نیومده بودن، کسی نمیدونست چی کار میخوام بکنن. الان ما با یه تاریخی روبرو میشیم که با خودمون میگیم حالا امام حسن صلح کرد، امام سجاد چرا قیام نکرد؟ مگه امام حسین قیام نکرد؟
امام سجاد چرا نکرد؟ بعضی جوونا میگن گاهی، حالا جوونای قبل، الان دیگه هیچکی نمیگه. امام باقر می امام نیست؟ می با امام حسین فرق داره؟ باید قیام میکرد مقابل هشام بن عبدالملک. می اینا لنگه معاویه بودن دیگه، می چی بودن؟ بعدش امام صادق، بعدش که زمان امام صادق که زید ابن علی یحیی ابن زید فلان، اینا اصلا به امام صادق میگفتن که شما این کارت این کفره. حضرت رو گرفتن بردن انداختن تو زندان، گفتن چرا شما مثلا عقلت قد نمیده که شما قیام کنی تا این حد؟ حضرت هیچ حرکتی نکرد. خب اینها سخته برای کسی که ارق دینی داره، رگ دینی داره، بخوای آرومش کنی، بخوای حالیش کنی که بابا یه مصلحتی هم هست، یه صلاحی هم هست. حالا امام مجتبی گیر کرده مقابل چی؟ اولین پایه‌گذار صلح و هدنه با مثل معاویه، یعنی یه چیز وحشتناک. حالا این شیعه ها رو چجوری میشه به قول خودمون میگم آخر شیطون بیاری پایین، حالیشون کنی که بابا جون قصه اینه، باید قبول کنی. امام مجتبی من یه موقعی روش کار میکردم، شاید 7-8 جواب به افرادی دادن که این اشکال رو به حضرت میکردن. حضرت فرمودن از پیغمبر شنیدین که فرموده قاما او قعدا الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا؟ بله این حدیث همه شنید. من میگم یعنی چی بس؟ یعنی اگر امام حسین قیام کنه یا نکنه و من اگر قیام کنم یا نکنم شما باید قبول کنید دیگه. اینکه شما بخوای به من بگی، به من یاد بدی که اینجوری کن اونجوری کن، پس این الحسن و الحسین چی میشه؟ یک فهرستوار میگم البته. بعد فرمود که اذا کنت اماما یجب ان لا یصفح رأیی. ببینم من امام شما یا شما امام منی؟ پا شدی اومدی به من میگی چرا صلح کردی، یعنی چی؟ یعنی تو امامی من مأمومم. ببینم اول این تموم کنیم با هم دیگه، یا من امام شمام یا شما امام منی. حضرت فرموده ها اگر من امام شمام یعنی شما باید سرت بندازی پایین بگی هر کاری این میکنه درسته. اگر شما به من اعتراض میکنی یعنی امام بودن من پس قبول نداری. اینم یه کلامی که حضرت مقابل معترضینشون میفرمودن. مسئله دیگه حضرت فرمودن که من اگر با عزت صلح بکنم بهتر از این است که با ذلت کشته بشم. شما ها خیال میکنید که بریم تو میدان قیام بکنیم، حالا اگه ته این مطلب این شد که منو بیارن و جلوی مردم سر ببرن، من به جای اون نذارم این اتفاق بیفته که بهتره. که اینم برای یه عده حضرت فرمودن. باز حضرت فرمودن که شما که اومدی میگی یا مذل المؤمنین، یا شما که میگی چرا قیام نمی کنی، شما همتون رو جمع کنی 100 تا نمیشین. خبر دارین که تمام رؤسای قبایل نامه نوشتن به معاویه اگه میخواید حسن ابن علی رو دست بسته تحویل دو بدیم. من با 100 نفر چیکار میخوام بکنم؟ بله حرفتون خیلی قشنگه، رگتون هم خوب غیرتش بالا اومده، اما با 100 نفر این شما خیال میکنه همه اینطورین، اون اشتباه شماست. باید بدونین که همه مثل شما. اینا رو امام مجتبی فرموده ها، نه اینکه من تحلیل بکنم. چون درباره امام مجتبی بنا صحبت کنیم من سعی میکنم که از خودم هیچ صحبتی نکرده باشم. آخرش حضرت دید فایده نداره، هر روز یکی میاد بالاخره یکی گریه میکنه، یکی اهانت میکنه، یکی چی میکنه. حضرت فرمود که اگر این کار نمیشد لکان امر عظیم، یک اتفاق وحشتناکی میافتاد که به قول ما به هیچ وجه نمیشد جمع کرد، به طوری که یک دونه شیعه روی زمین باقی نمیموند. کلام حضرت ها، یک دونه شیعه الی قیامت رو زمین باقی نمیموند. من با این صلح هم باعث شدم در واقع سر دشمن رو کلاه گذاشتم. دشمن رو از اون حالت چنگالاشو که برای شیعه تیز کرده بود معاویه کشوندمش پایین، و از اون غضبش که میخواست با اون حال حمله کنه همه چیز رو صاف کنه یه پله آوردمش پایین. نتیجه این شد که تا امروز این همه شیعه باقیه. خب حالا اینا رو لزومی نداره ما با عنوان حکمت کار حضرت بدونیم. ما کی باشیم؟ امام حضرت هم اولین حرفش این بود محمد به شما چه مربوطه، من امام شما. وقتی من میگم اینجوری صلاحه یعنی اینجوری صلاحه. برای اینکه اگه به این دنده بیفتیم که ما قبول کنیم، پس اون وقت میگیم بچه را آقا امام حسین قیام کرد. حرف اگه بخوای خودت حرف بزنی این حرفا پیش میاد. نه،
امام حسین در زمان خودش امام بود، آنگونه صلاح دونست. تمام. امام حسن در زمان خودش امام بود، اینگونه صلاح دونست. تمام. اینه جواب و سلام. این توضیحات رو اگه حضرت نگفته بود من به عنوان تحلیل خودم غلط میکردم که حرف بزنم، ولی حضرت چون برای اقناع اون انواع مخاطب اینا رو فرموده، منم عرض کردم. یه صلواتی مرحمت میکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. میریم سر این مسئله که آقا امام مجتبی سلام الله علیه، حالا این مسئله صلح دیگه تمام شد، در دوران زندگیشون یه پرونده های جدیدی از مقام امامت رو به روی مردم باز کردن، در حالی که به هر حال در اوج کنارگیری و در اوج سکوت، اما بعضی وقتا میگن که احتیاج مردم به امام و اینکه هر روزی منظری پیش میاد، آقا مجتبی سلام الله علیه داشتن میرفتن، یک کسی یه گاوی داشت، حضرت فرمودن که این گاو، حالا اون زمان که سونوگرافی نبوده که، فرمودن این گاو یک گوساله تو شکمشه، پیشانیش سفیده، دومش هم سفیده و مثلا خصوصیاتش اینجوریه. اینا خلاصه از شیعه نبودن، کمی دست گرفتن که اگه این حرف دروغ در بیاد دیگه ببین چی کار باید کرد. خلاصه منتظر شدن تا روزی که این گوساله به دنیا اومد، دیدن یعنی دقیق اونی که حضرت فرموده. یعنی چی؟ یک جا یه درس عظیمی رو تقدیم نه فقط شیعه، کل عالم کرد که شما دنبال سقیفه رفتین، اینا چیزی بلدش نیستن. این کوچیکشه که من میتونم مثل آب خوردم بگم تو شکم این گاو چیه، یعنی علم غیب، یعنی دریای علم غیب رو این امامی که به شکل صلح هدنه یه گوشه نشسته هست و اون معاویه و قبلیاش و بعدیاش یه مسقال از این چیزا ندارن. حالا دیگه اگه رفتید دنبال اونا نیومدید دنبال اینا، روز قیامت حجت بر شما تمامه. مطلب خیلی ساده است، یه گاو حضرت میگه تو شکمش چیه، اما ببین حجت تمام کردن گاهی به یه ثانیه سر یه گاو تمام میشه و همه میفهم. آقا امام رضا سلام الله علیه، همه حالا اشارتا عرض میکنم، ببینید مأمونه و با اون ادعای رو میدونید که اعلمهم دیگه تاسعهم اعلمهم، با اون ادعاهاش آقا امام مجتبی، آقا امام رضا سلام الله علیه دعای بارون کردن، 10 دفعه دسته های ابر اومدن فرمودن این مال فلان جاست، اون مال فلان جاست، این مال شما نیست، اون مال. مردم میخواستن فرار کنن، گفتن الان بارون میاد خیس میشیم، اما دید چه نرید چی نمیشه، تا 11می فرمود این مال شماست. مردم همه فهمیدن بابا هر خبریه اینجاست، بقیهش کشکه. یه نفر که به این قشنگی 10 بار ابر رو به شما میگه این ابر مال کجاست، اینو با چی میشه قیاس کرد؟ ما اصلا به عمرمون همچین چیزی ندیده بودیم. اینا مثال البته. خب بعضی وقتا باز میرسیم، شما در مسائل اعتقادی شیعه یه چیزی میگی به نام ولایت تکوینی. شما میدونید این مسئله جزو اعتقادات قطعی ماست که ائمه علیهم السلام رو خداوند قدرت تصرف در همه کائنات بهشون داده، هر وقت بخوان البته اراده بکنن، تو کل حتی آسمون ها باشه زیر زمین باشه قادر به تصرفن. خیلی خوب، حالا یک کسی تو مجلسی نشسته به آقا امام مجتبی که داستان مفصله شروع کرد به اهانت کردن، یه دستم ور نمیداشت، هی ادامه میداد. حضرت یه لحظه فرمود آی زن خجالت نمیکشی بین مردان نشستی، پاشو برو بیرون. و این نگاه کردید از نظر اعضا شده زن و حتی خون زنانه هم رو لباسش پیداست، پاشو فرار کرد از خجالتش. یعنی چی؟ یعنی امام ما قادر است در یک آن مردی رو زن بکنه و زنی رو مرد بکنه. بعد حضرت فرمود که شوهرت الان زن مرد شده و تو زن، اینم اضافه کرد، و خدا به شما یه بچه‌ای میده که خنثی به دنیا میاد. و بعد از مدتی که از این قصه گذشت، اینها آمدن پیش امام مجتبی، زن و شوهر گریه کنان و توبه کنان، حضرت دوباره برشون گردوند، یعنی زنه رو دوباره مرد و مرده رو دوباره زن شدن مثل اول.
خب ببینید این یه قصه وقت از باب معجزه است، خب جای خود داره برای ائمه که اینو کاری نداره. نه، اینو بهش میگن ولایت تکوینی، یعنی وجود یه نفر رو تو آن واحد از یه حال به یه حالی. بعد حضرت فرمود این که چیزی نیست که لو شئتم لجعلت الشام عراقا والعراق شاما. این شما وقتی اینا رو جلوی سنی‌ها میگی یا جلوی روشنفکرها میگی میگن چی میگید شما؟ یا این حرف درسته؟ خیلی سنگینه این حرف. یا نه شیعه ها بافتن دیگه مثلا برای خودشون کشک. مثلا میخوام بگم ما این قصه ها رو یه وقت راحت مثلا برای معجزه بالای منبر جلوی عوام الناس میگیم خب معجزه است. اما یه لحظه اگه فکر بکنی، من شام رو عراق قرار میدم، عراق رو شام، یعنی میتونم یه زمین رو بکنم با این بزرگی، بردارم ببرم بذارم اونجا، اونو بردارم بیارم بذارم اینجا. امام یعنی این، یعنی باید مردم با یه داستان این عظمت رو از یه شخصی که امام یه گوشه نشسته معاویه داره دنیا رو فتح میکنه، سر صدا میکنه، اون به اندازه یه پشه ارزش نداره، بل نسبت پشه این امام این گوشه نشسته میگه من یه همچین قدرتی رو. حالا داستان قشنگیه که اون موقع که صلح با معاویه اتفاق افتاد، یه موقعی تو کوفه آقا امیرالمومنین آقا امام حسن با معاویه زیر یه درختی نشسته بودن، درخت خرما. آقا امام حسن فرمودن که این خرماها رسیده بود، حضرت فرمودن که پیغمبر با خرما رو با عدد مثلا شماره میکرد، با کیل با کیل و پیمانه، من با عدد مثلا حساب میکنم. معاویه هم خوشش اومد، یه دفعه گفت که اگه گفتی تو این درخت چند تا خرماست، این همه خوشه از این درخت آویزونه. حضرت فرمود فوری ها بلا فاصله، یعنی برای امام مهم نیست این فوری، یعنی امام شیعه اینه، شما برو بیار ببینم کدوم امامی. حالا همین معاویه شما، ما نگفتیم زن و مرد کنه، مرد و زن کنه، عراق و شام کنه، شام و عراق کنه، این که دیگه چیزی نیست. این چند تا دونه خرما داره؟ حضرت همون 4400 تا 4004 تا. معاویه دیگه خیلی سرکیف شد، گفت تا ته شما نشماریم ول نمی‌کنیم. دو سه تا غلام داشت اونجا صدا کرد، گفت برید تمامشو بچینید بیارید پایین، بشمارید دونه دونه ببینم چند تاست. آقا اینا دونه بدون خب خیلی هم مکافات داشت، تا مثلا نهاری بخورن، شامی بخورن، طول کشید. این خرماها رو ریختن و جمع کردن و شمردن دونه به دونه بدونن، گفتن شد 4003 تا، نه 4004 تا. معاویه خیلی سرحال شد، میخواست شروع کنه. حضرت فرمود یه دونش دست اون غلامه، برده بیار تو بگم. من دست شما کرد مبارک نهاد تو دست من، تمام شد. ببینید اینا نشون میده برای ما که، یعنی نه به ما، یعنی به کل شیعه، به اون معاویه، به اون دار و دستش. شما نگاه کنید معاویه یه چیز داشت، چی میگن، بادیگارد مثلا، اینا که خیلی نزدیکش و مواظبش بودن و دور برش بودن، این بچه دار نمیشد. به معاویه گفت که خلاصه ما شما خلیفه‌ای، به داد ما برس، یه وردی، ذکری، یه چیزی بگو، ما بالاخره دل پیر شدیم، دلمون بچه میخواد. معاویه گفت من هیچی بلد نیستم، بی خودت گردن من نندازی، اگه میخوایی برو از حسن ابن علی بپرس، کیف کن. معاویه برو آمد پیش امام مجتبی سلام الله علیه، عرض کرد آقا من بچه دار نمیشم. اینا خلاصه شما دار دسته معاویه اومدی من بچه میخوای؟ حضرت نگفت من میگم. حضرت آمود که برو تا میتونی استغفار کن. حالا اینو زمخشری نقل کرده، خود سنی ها نقل کردن، راویش هم خودشونن. برو تا میتونی استغفار کن. این آدم خودش میگه من روزی 700 بار استغفار میکردم، خدا به من چند تا پسر داد. معاویه به من گفتش که تو وقتی اینو حسن ابن علی بهت گفت، چون معاویه هر روز با هم بودیم دیگه، فهمید من بچه دار شدم، از کجا شدم. گفت که حسن ابن علی اون روزی که اینو به تو گفت هیچ ازش نپرسیدی که کجا اینو میگه؟ استغفار، این مثلا منتظر بود یه معجونی، یه دوایی اینا رو بخور بچه دار میشی. این که به من میگه برو استغفار کن، بین استغفار و بچه دار شدن چه ربطی بود؟ گفت نه من عقلم به اینجا نرسید. گفت استغفار کن، ما هم استغفار کردیم بچه دار شدیم. گفت برو بپرس. دوباره فرستاد به یه بهانه‌ای، چون میدونید اینا که مدینه نبودن که،
حالا به چه شرایطی دیگه تو روایت نیست. آمد پیش امام حسن عرض کرد که آقا شما به من فرمودی که استغفار کن بچه دار میشی، دستت درد نکنه، ما استغفار کردیم خدا چند تا پسر بهم داد، ولی نفرمودین ربط استغفار از شما آیه قرآن نخوندی؟ کدوم آیه قرآن؟ قرآن رو 100 دفعه خوندیم. و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا و یمددکم باموال و بنین. به همین راحتی؟ آره آیه قرآن خودش میگه استغفار یمددکم باموال و بنین. معاویه گفت عجب، من این آیه رو 100 بار شنیده بودم. حالا دروغ میگه یه بارم نشنیده بود، ولی فرض کنیم 100 بار شنیده بودم، ولی احتمال نمیدادم که این چقدر ربط به این. ببین میخوام اینو بگم، این نمونه ها وقتی اتفاق میفته تو زمان امام مجتبی سلام الله علیه، اینا یه دروازه هاییه که الان شده کتاب به این کلفتی. وقتی اعتقاداتشه امام علم چیز تکوینی داره، تشریعی داره، اینا خودش یه بحثه. از همین داستان کوچولو، از همین ماجرایی که همون موقع حسابو هم دست دشمنا دادن. گاهی مواقع میگه خدا تو قرآن هی میفرماید خدا حجت رو به همه تمام میکنه، و همین ماجرا حجت رو به همه تمام کرد. یعنی همه قشنگ میفهمیدن معاویه یعنی چی، حسن ابن علی یعنی چی، ولی صلح کرده باشه. با صلح کردن که حقیقت از بین نمیره. به جای اینکه از این ماجرا اتفاقا اینجور هم شد. یعنی خیلیا بودن که شاید از روی تقیه حرفی نمیتونستن بزنن، اما تو همون زمان معاویه اعتقاد به امام حسن داشتن. شاید تو ظاهر میگفت آره معاویه، چون میترسید. مثل همین آدمی که الان اومده شفای بچه دار شدنش رو از امام حسن میگیره. یعنی چی؟ یعنی تو دلش میگه آقا من میدونم این معاویه به هیچ دردی نمیخوره و میدونم که امام واقعی امام حسن مجتبی سلام الله علیه، و این اعتقادات دروازش باز میشه به روی در واقع شیعیانی که این داستانها رو میشنفن و این ماجراها رو میبینن. من به اندازه فکر میکنم، حالا عرض کردم اول شرط کردم که خیالم راحت باشه، شما هم ممکنه سرتون درد بگیره، البته این تیکر رو بعدن حذف کنید تو فیلم، و هم این که خودتون همه اینا رو بلدین، یعنی من چیز تازه‌ای نمیگم براتون، ولی من سرپمو باید تموم کنم و به کسی تخفیف نمیدم. یه صلوات بفرستید. یکی از ماجراهای خیلی عجیبی که بعضی وقتا یعنی خدا جوری میذاره به گردن دشمن که الالعبد این لکه پاک شدنی نیست. آخه بگو سرت درد میکرد، کمرت درد میکرد، زیاد ابن ابی آوردی به خودت ملحق کردی. یکی از جنایات معاویه که آبروی سقیفه رو یعنی با خاک یکسان کرد با دست خود معاویه، این بود که ماجرای الحاق زیاد به خودش رو رسما انجام داد، در حالی که هیچ لزومی هم نداشت انقدر سر صدا رو بندازه ها. این برای اون کاری رو که از زیاد بعدن کشید این کارو کرد. حالا رحمت کنه خداوند حاج آقای برقعی رو تو منبریای قم بود، ایشون همیشه میفرمود که معاویه با دور و بریاش مشورت کرد که ما با این زیاد چیکار کنیم، چون زیاد سرخم نمی‌کرد برای معاویه. گفتش که این یه بابا کم داره، شما اگه براش بابا درست کنی همه چی درست میشه. معاویه برای زیاد نامه نوشت که انک لا ابا لک یا لا ابا لک بل لا ام لک. این معاویه نوشته ام لک نداریم، یعنی از باب اینکه دیگه خیلی فشار بده گفت که تو مادرم نداری، مادرت هم دویستاس قاطی پاتی شده. خب بعد گفت که خب یه معامله حاضری بکنیم. چیه؟ گفت خلاصه ما گشتیم برای تو بابا پیدا کردیم. حالا این ماجرای بابا درست کردن برای زیاد عین اون زنای مغیره است که شما میدونید مغیره ابن شعبه تو جاهلیت به زناکاری معروف بوده و این آبروریزی که زمان عمر کرد توی بصره این کوچیکش بود، یعنی اون خصلت ذاتیش بود که اونجا گل کرد و آبروی عمر و بساطش رو برد. حالا اینجا هم بله گفت بسم الله حاضریم برای معامله، اگر شما برای من یه بابا درست کنی، اما برای من خودم نمیتونم بابا درست کنم، تو از کجا میخوای برداری بیاری؟ که حالا بیا. چجور؟
مردم رو توی مسجد شام جمع کرده، عظیم، که لزومی نداشت. خیلی خوب. بعد خودش رفت بالای منبر، زیادم آورد یه پله پایین‌تر. بعد 2 تا شاهد آورده که این 2 تا شاهد میخوان بگن که ابو سفیان بابای زیاده و زیاد داداش معاویه است و خواهرش هم بهش محرمن. اینو میخواد بالای منبر بگه. خیلی خوب. حالا چی؟ شاهد شروع کرد به حرف زدن. علامه امینی اینو نقل کرده، جای دیگه هم هست. شروع کرد به حرف زدن. شاهد چی گفت؟ گفت من شهادت میدم که من در زمان جاهلیت یه فاحشه خونه داشتم. آقای شاهد جلو مردم داره اینو میگه. خب یه شبی ابو سفیان اومد تو فاحشه خونه من، ولی ببخشید بالای منبر، دیگه چاره نیست چون مصالب اعداه. آمد پیش من گفت که چیو به من امشب معرفی میکنی؟ گفتم والا همه خسته شدن رفتن، یه دونه آشغالش مونده، اگر میخوایی. خلاصه و اون شب ابو سفیان با او زنا کرد و از او زیاد به دنیا اومد. این شد بابا. یعنی شهادت رسمی بالای منبرش تازه شد زنا و از زیاد رو به این شکل ملحق کرد به. خب حالا دیگه من این آبروریزی رو نمیخوام بقیه‌اش رو بگم، ولی شما واقعا فکر بکنید، یعنی این مسخره بازی و این کاری که این کرد، یعنی انگار خدا گذاشت به گردنش که شما ببینید دشمنان علی ابن ابی طالب لازم نیست بگی که هر کس ولد الزنا باشه دشمن علیه. خودش با دهن خودش میگه من دشمن علیم، من زنا زادم. بعد این بلا رو سر شیعه ها در آورد. این یکی از هم جنایاتی که آقای امام حسین ائمه بعدی ما بارها فرمودن که چی؟ فرمودن الولد للفراش وللآهر الحجر. معاویه اومد این حرف پیغمبر رو له کرد زیر پاش و در واقع نادیده گرفت. این یکی از در واقع جنایاتی که به دست معاویه انجام شد. و آخرین حرف من امشب که به طور خیلی خلاصه میگم، تو همین ماجرای صلح معاویه یه مجلسی رو اضطراراً تشکیل داد. خدا نکنه یا رب مباد آن که گدا معتبر شود، حالا گدا نه، یا رب مباد نانجیب معتبر شود. اینایی که همه زنازاده، همه خبیث، همه یه عمر کثافت، حالا اینا به یه جایی رسیدن. یعنی روزی که با امام حسن صلح شد همه خیال کردن که حالا ما کسی شدیم، کسی دیگه جلوی ما قدرت حرف زدن نداره. مغیرة ابن شعبه، عمرو و عاص پسر عثمان، کی اینا گفتن که حسن ابن علی رو صدا کن، دلمون میخواد دلمون رو سرش خالی کنه، هر چی دهنمون میاد میخوام بهش بگیم. خیلی خوب. معاویه گفت که یعنی هر بلایی سرتون در آورد من حرفی نمیزنم و گفته باشم. گفتن تو چی کار داری؟ ما کاری میکنیم مثلا با ذلت اینجا بره بیرون. گفت خب من دیگه گفتم اگرم حسن ابن علی بگه میگم اینا خودشون گفتن، من نگفتم. خلاص آقا امام مجتبی رو صدا کردن، آقا دعایی رو خوندن و وارد مجلس شدن. حالا شما فکر کنید اصلا ما اگه بودیم حالمون به هم میخورد. شما نگاه کنی ببینی عمرو و عاص، یعنی هر کدومو نگاه میکنی 6 تا بابا 4 تا ننه دارن، یعنی یکیشون یه آدم حسابی نیست، همینطور دور تا دور نشستن. خب آقا امام مجتبی وارد شد. هر کدومشون یعنی هر چی تهمت، هر چی حرف نادرست بود به امام مجتبی زدن. حالا من یه قلمشو میگم که تو اون مجلس یکیشون بلند شد گفت، ظاهرا مغیرة ابن شعبه است، آره، گفت که بابای تو علی اولین کارش این بود که پیغمبر رو اون کشت، چون خودشون کشته بودن. بدونه که آقا رسول الله روایت داریم دیگه، همون قاسبین اول سم دادن پیغمبر رو. حالا این خودش نقطه ضعف خودش رو میدونه، گفت بابای تو علی پیغمبر رو کشته. یک، تو مرگ ابوبکر هم مشارکت داشته، تو مرگ عمر هم مشارکت داشته، تو مسئله عثمان هم که دیگه واضحه دیگه کمک کرد و عثمان رو کشتن. این یه نمونهش بود، یعنی طرز تهمت زدن و حرف زدن در این حد. همون شد، همون که همه حرفاشونو زدن و همه تهمتاشونو زدن، آقا امام مجتبی سلام الله علیه یکی یکی شروع کرد. حالا باز وقت همش نیست گفتنش، ولی برای عمرو و عاص فرمود که تو هستی که خلاصه اشترک فیه 6 او 7 و معاویه تو خودت از اونم بدتری،
بابات فلانه، مادرت فلانه، مغیره فلان. یکی حضرت جوری اینا رو نشون سر جاشون و چیزایی بود که واضح بود، یعنی همه شنیده بودن، همه قابل انکار نبود. هیچ کدومشون اونجا نداره که گفته باشن دروغ میگی، حرفو قبول کردن. و بعد آخرش فرمود یه چیزیه که بنده خودم حالا درسای مثل شما کتابایی رو که خوندم، این تیکه از مصیبت حضرت زهرا رو تو هیچ مقتلی و تو هیچ روایتی ندیدم جز همین روایت امام حسن که فرمود و اما انت یا مغیره ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها. یعنی چی؟ یعنی تو کسی هستی که ما تو ماجرای حمله به خانه حضرت زهرا داریم که مغیره بوده، اما نداریم مثلا در خالد رو داریم که حضرت رو زده، عمر رو داریم، قنفذ رو داریم، اما توی سایر مقاتل اسم مغیره در زدن نیست. اینجا نه فقط میفرماید ضربت امی فاطمه، بلکه میفرماید با ضرب، نه با شمشیر، ادمیتها، یعنی با زدن تو اتفاقی افتاد که پوست بدن حضرت زهرا شکافته شد و خون از بدن فاطمه جاری شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا زیارت بقیع و امام مجتبی نصیب ما بفرما، منتقم امام مجتبی و خرابی بقیع حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ما رو برسان، وجود مبارکش رو سلامت بدار. پروردگارا حوائج این جمع عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.